من عبدالمالک ریگیم. نیگوشه به ماهواره بستندی که شما نتوانید رد بشکنید. خواه؟ پس به جنگ که بیفتی دنبال رد و بد زدن من گوش کن سیکن چیه دارم بهت میگم. شما هر جا ما را دیدید بزنید برای شما مبارک، هر جا ما شما را دیدیم میزنیم برای ما مبارک. این مشکلی نیست. ولی بدان ته جهاد ما برنده. اگه بیگناه هم به دستم کشک بشه زودتر به دیدار پروردگارش میره. اما شما دارید سربازای خدا را میکشی. کسی که نی مردمانا سربازای الله تعالی رو بکشن بده کافر پستره. خب کافر پستره. خون یکتون رو میریزن و به درک واصل میشی. شکست شما عین وعده و عین عدالت الله تعالی که در اوت کلام فرمانی وقد مکر الذین من قبلهم فلله مکر جمیعا. هر کس نیرنگی به کار برد باید بداند همواره برترین مکرها و نیرنگا نزد الله و خود تو. در صورتی که ببینمت سرت بریده میشه و به فجیع ترین شکل با مکر روبرو میشه.